تماشای این نوار مرا وادار به تفکر کرد. نفس سرکش چگونه ما را فریب می دهد. هر چیزمان را به اساس زندگی دنیا بنا می کنیم. گویا تا ابد در اینجا خواهیم ماند، در حالی که خداوند به ما چنین فرموده است: و نیست این زندگانی دنیا مگر سرگرمی و بازیچه، و زندگی حقیقی همانا در سرای آخرت است. ای کاش می دانستند. به قول بدی از زمان، فریب خوردیم. زندگی این دنیا را ثابت فکر کردیم، در حالی که حیات این دنیا همانند خواب است.